سلام دوستان، به بکس افیتری خوش اومدین. امروز اومدیم با میم پارتی پارت 4 استقلالی باشه. استقلال جفتمون. امروز اومدیم با پارت 4 میم پارتی. بریم که ببینیم. بریم. خب دوستان، امروز اومدیم با میم پارتی پارت 4 میم بازی اومدیم بکنیم دوباره. عاشق میم شدم، یعنی ته خنده است خدا وکیلی. و شما هم دوست داشتیم، ویو خوب میخورد، کامنت خوبم بود. لایک نمی کنیم، فقط اگه دوست داشتید خواهشاً لایک کنید. همین مثلا عالی بسیار فلان، بعد لاش اصلا داریم لایک کن شده دیگه. خب بریم که داشته باشیم. بریم. اولین ویدیو. پول ندارم. حالا یک ابر فروشنده چی میگه؟ حالا یک ابر فروشنده چی خوب بود. بابا یعنی چی؟ ابر فروشنده چی میگه؟ ابر فروشنده. خوبه. وای وقتی دارم. خب وقتی رفیقم داره با هم خوشو بش میکنه، اما اون مقداری پول به من بدهکاره. صداش زیاد کنم. همه چیز رو عوض نمیکنه. من هنوز با تو مشکل دارم. هنوز باهات مشکل داره. حضرت محمد وقتی میدید امام علی به جاش خوابیده. هاشه به چی ذهنش میرسه آجی، دهنت سرویس. وای. آره اونو داشت میرفت، نمیدونم از کجا داشت به کجا مهاجرت کرد پیامبر، امام علی بعد به جاش خوابید. جای اون خوابید اومدن داشت با شما نبودیم که نه همه خب اونو میکشین، اونو چی نکش. معلم آقای مرادی، تو بعید بودی این امتحان مردو چید. اکیب تحقیق داشت که قطاری از روی مرادی نوشته بودن. آجی کل کلاس گاده خوبه، حال میده. چرا این تکرار میشه؟ نمیدونم. تموم شد. اینو که شیطان ریده. حرفای رفیقم بعد از اینکه ساعت اما خدا از 2 شب رد میشه. برکت، دوستی، شفاعت، واقعا صداقت، صمیمیت. خدا اینا رو گاییدم. ولی دست نمیگن آقا اسفندی کاسم یه رادیو به آسی عرفانی میشه یو. آره خب فکر کنم با اسفنجی اشتباهی دانلود کردم. پارت 2. منم بتمنم کس خوردی پاتریک لیه چونه منم نیستی ببخشی نامادتین. استغفرالله، جمع کنید بریم مشهد توبه کنید. چه سمیه؟ پاتریک آخرش این چیگاه بوزید ماماسیتا پاتریک. من و رفیقم هر 30 ثانیه یه بار خطاب به هم. شما چرا قیافت اینقدر کیریه؟ مردی که احمق بیشور. ببین یه بار باید به این اسم این یاروی چی بود؟ عطابکی. یه بار باید به ویدیوهای این عطابکی ریاکشن بریم. ببین خداست اصلا وای، باید فقط میخندی. من کیودی پای بود گذاشته بود، اولین بار دیدم. خب خنده داشتم زمین و گاز میگرفتم، به خدا میگم انقدر خنده داره. نفس خنده است. خب دلیل کمتر کردن پسرا. اوما داده اخته میده به من میشینم باش فرمون بده دیونه یا حسین چه کنی؟ عجب چه دیگه؟ کسخلو دیدی؟ همه عوض میکنن دیگه. ایشیم بابا ما موتور اینجوری عوض میکردیم، یکی بلند میشد یکی میرفتیم جلو، زیرش جابجا میشد. یه نفر تو راه اونجوری جابجا یه نفر
گربه بهتر از سگه. یه نفر. سگی که 10 سال پیش بهش غذا دادم وقتی منو پیاده میبینه. چیه؟ سگ موتور سگی داره موتور میرونه؟ پشمو گفتش هم سگ خیلی این تویی ها؟ این هم تویی؟ این تو هم این تو هم آره. این تو هم. وقتی رفیقام گوشیمو ازم گرفتن و 65 تا فیلم سوپر برای بابام فرستادن منم سعی میکنم قبل از اینکه سین کنه پاکشون کنم. زیاد خوردی زیاد خوردی دهن همتون رو گاهی برو تو توی دیگه آقا فشت بود یا نه؟ نه فکر نه. خوبه کیرو وقتی وی پی ان نداری یا باید از آپارات یا آموزش ببینی؟ آموزش بدم چجوری خودمون رو تبدیل به بچه کنیم روی واو این راست بابا این بچه ها گاییدن این ماینکرافت ها. پسر دماغشو نمیتونه بکشه بالا. من میرم ازش آموزش ماینکرافت یاد بگیرم. این چیه؟ آره این چیه؟ چی؟ وقتی ساعت هاست داری توی پورن هاب میگردی و وقتی بالای صفحه گوشیت نگاه میکنی به جای علامت وای فای 4G رو میبینی. یعنی از نتت داری استفاده میکنی. وای اون لحظه یه مرگ منه هنگام که با گلو بابا این چی شد؟ هنگامی که با گلدت از خواب برمیخیزی و با خوردن یک قلوب آب برطرف نمیشه. راست میگه خیلی بده. رباته رو واو کیرم دیگه اونه گایدن دیگه خیلی مسخره شد به نظر من. ها؟ واو کیرم تو گفتن خدا بعد هر یه آیه تو قرآن من دیدم من اگر از خودم تعریف نباشه من فکر کنم دیگه مثل من نمیاد. فکت خدا هر جا میگه عین من نیست مثل من نیست من تنهام همه تونو آره خب خدا واقعا فکته در سرویس به چی فکرشو میرسه. بغل دستی اولاغم که وقتی معلم داره نگاهمون میکنه بازم حرف میزنه. آخ من 2 سال پیش فرار کنم برم تو کوه راکی قار رو درست شیشه کنم یه سری هم از این سولار پنلا. خب لالا گرد و خاک میشینه مگس میشینه حشره میشینه. خب بشینه مگس مخلوق خدا نیه بیچاره کجا بشینه صبح تا شام بالبالک میزنه یک جای بعد بشینه. نه خب ببینین این کار خوبه که شما به فکر مگس و به فکر جای بوده باش برای او هستی. بابا کیرم تو مگس کار میشه. مشتری هم جا کمه این اینجا جای اونجا جا بشینن دیگه. خب نه منظور اینه که وقتی اینا رو بخورن خب مریض میشن دیگه. خیلی تو هم چورت چیه میزنی بر کوچه 5 تا دکتر خب مریض شد بره به دکتر دیگه. مغزت گاییدم همشهریت بودا؟ میدونم لالا جان میدونم جسون دیگه لالا جان کس شعر میگی تو هر کوچه 5 تا دکتر هست دیگه. راست میگی اونا هم باید نون بخورن بعد. آره دیگه اون داره همه کار میکنه. خب بریم اینجا بشه خیلی آدم بپیچون بود. معلم دیر کردی. من ممنون که منتظر موندی. پشمام چقدر گنگ بود. ای با ممنون که منتظر موندی. ببینم بعدی چیه. منی که با تقلب شدم 15 رفیقم که تقلب رسونده بهم شده 9. چند نفر تقلب کنیم؟ این حقیقت نداره. حالا چند نفر نمیشه به نظر که شده 15 همه رو کردم نمیشه 15 که نمیشه. بذار ببینم این چیه؟ وقتی چی برای امتحان نخونه ولی امتحان شروع میشه همچی یاد بگیره. ده فکت این هم فکته دیگه. آره دیگه ببین این ویدیو هم تمام شد. این آخرین میم بود. آخرین میم بود. بله این من سر امتحان آیین نامه بودم.
من رفتم اونجا به من گفتن که میخوایم وقت امتحان بدیم، زنگ زدن رفتم اونجا به من گفتن که ساعت 12 امتحان داره. گفتم من هیچی نخوندم. زنه گفت حالا برو، تو که نمیخوای قبول شی بار اول، برو اونجا بعد یه بار امتحان بده ببین سوالا چجوری، حالا سری بعد حالا شاید قبول شدی. آقا من رفتم اونجا ساعت آقا هر چیو که خوندم بلد بودم، یعنی عشق داشتم، یعنی چی دیگه با 3 تا غلط قبول شدم بدون اینکه چیزی بخونم. بعد و اینکه یه مدال بیارید بندازید گردنش. خب دوستان اگه ویدیو ما رو دیدین تا اینجا و خوشتون اومد خیلی ممنون میشم که لایک، کامنت بذارید، سابسکرایب کنین، زنگوله بالا رو هم بزنید و کامنت انگلیسی بذارید که ساباتون نریزه. اگه خواستین ما حمایت کنین، اگه نخواستین که نخواستین دیگه چیکار کنیم؟ آره حداقل دیسلایک کن، اگه دیدی دیسلایک کن، کامنت بذار که آقا به خاطر این من خوشم نمیاد. آره واقعا از تو هم ممنون میشیم اگه این کارو بکنی. بریم